با سلام، خسته نباشید. یه مدل چالش دیگه داریم. نگاه کنیم مو تو پایه قرمز نارنجیش استوب کرده، ولی خب قرمزش خیلی بیشتر به خاطر رنگ قبلی که تو موهاش داشته. الان میخوایم پرش داشته باشیم، پرش پایه داشته باشید، لیفت پایه داشته باشید. یه بار دیگه هم گفته بودم میتونید از قانون دیسی استفاده کنید. قانون دیسی اینجوریه که به دو روش هم میتونید استفاده کنید. من الان دارم از روش این استفاده میکنم که مواد دکوره خامم هر چی که هست و هر برندی که هست میزنم روی مو، رو همون تیکایی که پایه نگرفته و مستقیم پیگمنت سبز رو وارد موش میکنم. از قانون رنگ‌های متضاد داریم استفاده میکنیم. و به مدت 1 رو میرم داخل پول تا بتونم کار خودشون رو انجام بدن. قشنگ میزنیم همه مو رو بگیره. نگران نباشید، تو قانونی که دکوره داره کار انجام میده موهاتون یعنی دکوراتون سبز نمیشه، به خاطر اینکه در قانون بلیچ کردن شما دارین پیگمنت رو از دست میدین، پیگمنت نمیگیرید. اینجا میتونید هر پیگمنتی رو استفاده کنید، میتونید از رنگ ها، از واریسون ها و از پیگمنت ها و تونر ها استفاده کنید. من اینجا از واریسون سبز استفاده کردم. میریم که ادامه کار رو ببینیم. خب رسیدیم به مرحله شارژ. تو مرحله شارژ اگه یادتون بود این یه مویی بود که به تکرار زیاد رنگ قرمز شرابی گذاشته بودم. استوب پایه داشت با پیگمنت سبز، واریسون سبز، قرمزی رو تا جایی که جا داشت ازش گرفتیم. رسیدیم به مرحله که یه خورده تم نارنجی داره که بخوام اگه با بالای یک دستش کنم. این دفعه میام از رنگ سرمه‌ای، حالا هر برندی میتونید حتی از واریسون آبی هم استفاده کنید، ولی من مثلا میخوام برای که پرشم خیلی سریعتر اتفاق بیفته میام از رنگ سرمه‌ای استفاده میکنم که تو کاتالوگ مارا رنگ آبی کلاسیکش هم خیلی خوبه، لیفت پایه خیلی خوبه بهتون میده. میزنم. حالا مواد دما با نیم با اکسیدان نیم شروع میکنم به زدن بر روش رنگ سرمه‌ای. این رنگ حالت دکوره است، دکوره سرمه‌ایه. میزنم چون خیلی بیشتر کمکتون میکنه دکورش. نتیجه شد تو اسمیس بعدی بهتون نشون. خب تو قسمت قبل دیدین از این یه تیکه که مو قرمز بود، الان مشخصه داخل موهاش لابلای موهاش هنوز قرمزه. با سری اول با شارژ اول پیگمنت سبز رو وارد کردیم، قرمزی رو بردیم تا پایه نارنجی. پایه نارنجی رو گفتم که بعد با رنگ آبی، کاربونی، خاکستری از بین ببریم که ما با پودر سرمه‌ای کار کردیم. سلامت مو و یک دستی مو. حواستون باشه زمان شستشو اگه یه مویی چندین بار به تکرار شارژ شد قبل از اینکه به رنگ ساژ برسید، حتما اونو با آب نمک بشورید. آب نمک کمک میکنه تا موقعی که به رنگ ساژ برسه مو استحکام خودشو داشته باشه.